Burada میگه که 70,000 قرض حسن گفته که بدونم 30,000 پول خودشون دلار 100,000 دلار که ابرات که دوست که بیان همین چه زکات هم گفتم که حاضر گفتم که یعنی زکات مثلا 70,000 نه خودش 30,000ش قرض 30,000 نه خودش 70,000 قرض گرفته خلاص البته همین قرضی که شما گرفتید همین چی میشه الله تعالی میگه که خود من اموالهم صدقه یعنی از مالهای وای ها گیر همین 70,000 که قرض گرفتین برادر 70,000 گرفت همین 70,000 از آن کی شد شما حاضر شما قرض گرفتید 70,000 امان قرض گرفتید حاضر هم پولونی کی میشد یعنی شما میشد یعنی معناش چی گفته که بدین شما اگر این پول شما گم کردید یا که دوزوندید یا که اگر دست دادید این پول اومده من با شکایت کردم میتونید میانه من با فرقش نمیخواد نه یعنی وای پول شما بود یعنی شما وای پول باید که من بیافتید نمیخواد نه یعنی آی میبرد که پولی که بوده است وای سومی که شما دارید و مبلغی که شما دارید وای که از اون که این شما میشد وای قرض بدین که شما برای همین مثلا چه مادامی که یک سال به یک ماه بگرفتگی وای سوم همین 70,000 که هم مبلغی که 70,000 مثلا ریال روبل دلار چی باشدم همین 70,000 یعنی اینی که میشد یعنی اینی شما میشد اینی که میشد یعنی وای هم مابین یک سال به یک ماه به از اون که میشد یعنی از اون مثلا که میشد یعنی از اون شما میشد است یعنی برای همین یعنی ننده چیکار میکند یعنی از همین چه 100,000 همش برابر زکات میتید یعنی 100,000 همش زکات میتید قرض حسنش چی همش همین 100,000 اگر مبلغش باشد از زکات چه همه 100,000 دونیم فایز برابر میتید نه